یک وقتی من صحبت کرده بودم، گفتم این کسانی که میروند در افغانستان در مساجد، پایشان به مساجد رسید، شروع میکنن به دعوت مردم به رفع الیدین و آمین به جهر. گفتم اینا فتنه انگیزن. عده‌ای از مردم اعتراض کردن، گفتم ببین انصاری آمده گفته سنت پیامبر فتنه است، در حالی که اگر اون کلیپ رو دوستان کامل بشنون، من چی گفتم؟ تو میری در کشوری که، در شهری که در اونجا مردم قبر رو طواف میکنن، کدام ولایت ما هست که زیارت نداره؟ قبری که بر دوره و طواف میکنن مردم نداره؟ فکر نمی کنم باشه. همه جا هست. یک بتخانه که در سخیجان که معروف است، بتخانه کل مردم افغانستان. یک تا نیست، متعدد است، یعنی خیلی زیاد است یک ولایت. تو الان به عنوان یک دعوتگری که تازه از دانشگاه اسلامی فارغ شدی، دین رو فهمیدی، اولویت برای تو رفع الیدین و آمین به جهر است که به وسیله همین کار تو را از جامعه طرد میکنن، مهر وهابی هم به پیشانیت میزنن، یا دعوت مردم به توحید. رسول الله صلی الله علیه و سلم 13 سال در مکه مردم رو به چی دعوت کرد؟ 13 سال، یعنی 10 سال در مدینه، که 10 سال مدینه هم اگر که تقسیمش بکنیم 5 سالش دعوت توحید بوده، 5 سالش شاید حکومت داری و مسائل اجتماعی و معاملات و اینا بوده. اکثر عبادات مهم در مدینه فرض شد. حتی نکاح متعه مثلا، انواع نکاحی که گوشت الاغ مثلا در کدام سال حرام شد؟ در فتح خیبر سال 8 هجری. چرا اینا رو در فتح مکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوران مکی چرا اینا رو ممنوع نکردن؟ چون جامعه هنوز نیاز به این بود که عقیدش درست بشه، توحید در جامعه نهادینه شود. اکثر آیات مکی رو شما ببینید در مورد چی است؟ توحید است. توحید، نشانه‌های قدرت، دوری از شرک، علامات عقول مردم رو، افکار مردم رو مورد خطاب قرار دادن، یگانگی الله سبحانه و تعالی رو ثابت کردن. اکثر آیات مکی این است. به طرف آیات مدنی میریم، بیشتر چی است؟ عبادات است، معاملات است. معاملات هست، عبادات هست. پس انسان باید این رو در نظر بگیرد که روش خیلی مهم هست. اصل دعوت یعنی مبتنی بر عقیده باشه. اول عقیده رو باید نشانه بگیریم. دقیقاً. یعنی طرف اونجا شرک می‌ورزد، استغاثه به غیر الله می‌کند. اگر این طرف، من یک سوال از شما بپرسم الان، فکر کنید شما شیخ و من مجری. یک انسانی نماز خواند، روزه گرفت، حج انجام داد، زکات هم داد، صدقات هم داد، 5 وقت نمازش هم در مساجد خواند، ریشم 1 متر گذاشت، اما من به سرش بود، کل عبادات دین رو انجام داد، اما به الله متعال شرک آورد، به قبری طواف کرد، از صاحب قبر استغاثه کرد. آیا همه این عبادات به دردش میخورد؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. شرک بخشیده نمیشه. دعوتگر ما رفته شرک رو رها کرده، عقیده رو رها کرده، توحید رو رها کرده، گنبد و بارگاه ها و عبادتگاه هایی که مردم ساختن بر سر قبرها رو رها کرده، چسبیده به چی؟ ظواهر. آمین به جهر چرا نگفتید؟ سنت رفع الیدین رو ترک کردید.